دکترها و پرستارا و مدیران. یکی از مدیران گفت فلانی، گفتن حضرت آقا میخواد بیاد بیمارستان همین تابستان امسال. گفت ما گفتیم آقا میخواد بیاد ملاقات، اینجا باید یه آیت الله العظمای مرجع تقلیدی، سردار سپاهی، امیر ارتشی باید باشه دیگه. آقا برای چی میخواد؟ گفتن خانومش 20 روز اینجاست. این بنده خدا میگفت من خیلی خجالت کشیدم، زنگ زدم به اون بخش دکتر پرستار، گفتم شما خبر دارید؟ گفتن نه. یه خانومی 20 روز پیش به نام خانم خجسته اومده اینجا پذیرش شده، بستری شده، فردارم ترخیص میشه. آقا دیده خب خانم فردا میاد، گفته بی معرفتیه، ملاقاتش برید. میگفت من خیلی خجالت کشیدم، زنگ زدیم به یکی از محافظاش گفتیم آقا چرا نگفتید؟ آقا خودش فرمود، گفت زن من با بقیه چه فرقی داره؟ حتی به پرستارم نگید، به دکترم نگید، عین بقیه بره پذیرش بشه. این دیکتاتوره. آقای صفوی میگفت که من گزارش دادم به حضرت آقا، دیگه شد اذان مغرب و آقا فرمود نماز بخونیم، نماز به امامت آقا خوندیم. آقا فرمود آقا رحیم شام با ما بخور. گفتیم چشم، از خدامون. چند دقیقه گذشت دیدیم املت آورد. آقا بعد از شام دید من دارم تعجب میکنم، گفت آقا رحیم شام ما همیناست، در 10 روز گاهی من یه آب گوشتی هم میخورم، همینا عدسی سیب زمینی آب پز، فکر نکنی شام ما چیز دیگه است، همیناست. اینو عطاالله مهاجرانی تو ماهواره ها گفت، تو اردوگاه دشمن این حرفو زد. ان شاءالله خدا هدایتش کنه برگرده. گفت هر چی میخواید پشت سر من بگید، من 40 سال سید علی خامنه‌ای رو میشناسم، چند سالم باش همسایه بودم. آقا شما یک نقطه خاکستری تو زندگیش پیدا نمی‌کنی. این آدم کسی نیست که کسی بیاد بگه فلان جا برده خورده نیست. آخه بی انصاف تو که میگی مرد بر دیکتاتور، تو اصلا میدونی بچه‌اش کیان، دخترش کیه، پسرش کیه، زندگیش چیه؟ میشناسی؟ ببین من خودمو بیشتر مقصر میدونم، خدا شاهده به شما نمیگم، اینو حرف دلم. که از این همکارای ما دانشگاه امام حسین سال 70 با هم بودیم، گفت فلانی این کتابخانه کوچیکی حضرت آقا داره، گاهی میره اونجا مطالعه میکنه. گفت این میز و صندلیش مال 6 سال قبل از انقلابه، یعنی مال 50 سال پیش. گفت چند بار گفتیم آقا با این سن و سال اینا خشک چوبیه، آقا گفته نه سالمه، یه پتو میذارم روش کافیه. این دیکتاتوره. فردای قیامت میخوای چی بگی به خدا؟ آقامونو خوب معرفی نکردیم، اگر قرار به مؤاخذه باشه فردای قیامت اول خدا یقه منو میگیره، میگه تو در معرفی رهبر خودت کوتاهی کردی، بچت رهبر تو خوب نمیشناخت. آقای ولایتی میگفت آقای نامه‌ای به من داد تو جنگ سوریه، هنوز حاج قاسم شهید نشده بود، ببرم برای پوتین. میگه نامه رو بردم و بحثا تمام شد. آقای پوتین گفت که آقای ولایتی شما قدر رهبرتون رو نمیدونید. گفت من خیلی ناراحت شدم، گفتم آقای پوتین چه حرفیه، مردم مسئولین. گفت نمیدونید، اصلا شما نمیدونید رهبرتون کیه. آمریکا گرگ هاره، اگر این آقا در رأس حکومت شما نبود آمریکا چند بار شما رو پاره پاره کرده بود. شما فکر میکنید شما موندید؟ بعد من اومدم دیدم فرمانده ارتش میگه آقا تو این چند سال رهبر انقلاب از 7 جنگ قطعی ما رو عبور داده. بابا فرمانده ارتش میگه آقا من داخل آموزش دیدم، خارج آموزش دیدم، دافوس دیدم، زندگیم نظامیه. یه جایی میخواستیم وارد بشیم، آقا میگفت حواستون باشه تله آمریکاست. بعد میدیدیم درست گفته. فرمانده ارتش میگه این رهبر از 7 جنگ قطعی ما رو عبور داده. میگفت بلند شدم بیام، آقای پوتین گفت که آقای ولایتی من دستور دادم به دفترم هر وقت رهبر ایران سخنرانی میکنه دقیق ترجمه کنن بدن من گوش کنم. بعد میگه من سرم انداخته بودم پایین. گفت آقای پوتین گفت میدونید چرا؟ گفتم نه. گفت برای اینکه تا حالا دروغ نگفته رهبر شما، تکراری هم حرف نزده، هر چی هم تحلیل و پیش بینی میکنه همون میشه. من به سخنرانی های رهبر شما گوش میکنم. آقا معرفی نکردیم آقامون. مطمئن باشید سرداران عزیز من، بدون تردید ما از این بحران عبور میکنیم. کودتای نوژه شد، طبس شد، ترورها، یک روز 72 نفر با هم، یه روز رئیس جمهور و نخست وزیر با هم، 8 سال با همون درگیر شد 61 کشور دنیا. کوی دانشگاه، فتنه 88 دی ماه 96 آبان 98. دلتون محکم، اونی که آمریکا میخواد نمیشه، اونی که خدا میخواد میشه. ما باید درست عمل کنیم، ما باید وظیفمون رو خوب انجام بدیم. و روز جهاد تبیینه. رهبر ما میگه فوری، قطعی، همگانی، هر کس هر جوری که میتونه از حق دفاع کنه. امروز ما در عرصه نظامی الحمدلله توانمندیم، دشمن اونجا جرأتی نداره به ما جسارت کنه. به ذهن و دل ما حمله کرده. ذهن و دلم باید پادزهرش بصیرت باشه. امیرالمومنین در جنگ نهروان فرمود حسن جان شمشیرها رو غلاف کنیم فعلا. چرا آقا اینا اومدن بجنگن؟ آقا فرمود حسن جان مگه من بدعتی در دین پیغمبر ایجاد کردم؟ گفت نه. گفت اینی که میگه مرگ بر علی ابن ابی طالب از رو نادانی داره میگه، صحبت کنیم. میگفتن طرف شمشیر میزد به امیرالمومنین هم بد و بیرا میگفت علی مرتد کافر. یکی اومد جلو گفت یعنی پیغمبر دخترشو به یه مرتد کافر داده؟ رو سرش انداخت پایین گفت راستی هم اینطور نمیشه پیغمبر دخترشو بده به کافری. امیرالمومنین امام حسن و یاران شروع کردن جهاد تبیین. این جهاد تبیین
روش مولا امیرالمومنین سیاست علوی از 12,000 نفر 8,000 نفر گفتن یا ابوالحسن اینایی که تو گفتی ما نمیدونستیم، حالا که دونستیم نمیجنگیم. خل سلاح شدم. ما جهاد تبیین درست انجام بدیم 99% بچه‌هامون میان پیش خودمون، میمونن اراذل اوباش و گروهکا، اونا رو 24 ساعت تکلیفشون معلومه. اینجا دست ما بسته است، جهاد تبیین نکردیم. من میرم حوزه دانشگاه اینور اونور صحبت میکنم، بعد میام بیرون یه سری میگن فلان این حرفا رو چرا ما الان داریم میشنویم؟ چشمتون نره به خودتون هر هفته اینجا استاد سیاسی میاد حرف میزنه. خدا شاهد همین حرفایی که من میزنم خیلی از مردم نمیدونن اینا رو. ما فکر میکنیم مردم میدونن. آقا بگید خواهشم، تو گروهتون، تو کانالتون، تو هیئتتون، تو مسجدتون، تو روستایی که قبلا بودید گروه تشکیل بده، براشون پیام بده، مقاله بفرست، فایل صوتی بفرست، بیدارشان کن. روز جهاد تبیینه.